قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سروران بسیار عزیز و ارزشمند، آیه حضور شما تلاوت شد که در رابطه با موت هست. الله رب العزت به ما در جاهای متعدد قرآن، آیه های متعدد قرآن تذکر داده است موت را و یادآوری کرده است موت را. و این آیه یکی از همان آیه هاست که در آن الله تعالی متذکر شده است، یادآوری کرده موت را و فرموده است که هر نفس، همه نفسها، انفاس موت را می چشد و این فیصله حتمی الله رب العزت است و قضای الهی است و قدر رب العالمین هست که همه ما باید یک روز این دنیا را ترک کنیم و محکوم ما به فنا، موت و زوال. اما آنچه که از سروران گرامی بعد دنباله آیا الله فرموده که هر انسان، هر کس که بعد از موت از جهنم نجات گرفت و به بهشت داخل شد، الله می فرمایند که او به فوز رسید و به کامیابی رسید و هشدار داده است الله تعالی که دنیا متاع غرور و اسباب فریب و فریب دنیا را نخورید. از قرآن اینطور معلوم میشه آنچه که ما را مشغول میکند از موت و از فکر موت و از آمادگی برای موت مشغله دنیا هست، مشغله های کاری هست و
دغدغه نیازمندی های دنیا و احتیاجات دنیا هستند که ما را از موت غافل می کنند. ما هر جمعه اینجا جنازه داریم و نماز جنازه برقرار می کنیم و عزیزان می روند و ما به عزای اونها می نشینیم و عزاداران را در شهرمان، در روستاها، در همه جا تسلیت می رویم، عرض می کنیم. ولی جای افسوس است که حسرت که عبرت نیست. سروران گرامی، هر کس از ما خیال میکنه که این موت برای اون انسان آمده که سرطانش گرفته، گرفتار فلان مریضی بوده و یا به حادثه رانندگی دچار شده، دچار آسیب شده، تصادف کرده است، ماشینش چپ کرده، فلان منطقه زلزله آمده و سبب کشتن عده مردم شده است. و ما که الحمدلله از این مسائل دوریم، این موت برای اونهاست، باور نمی کنیم که موت برای ما می آید. می دانیم که موت بر حق موت می آید، ولی باور نیست عزیزان من، یقین نیست و آمادگی برای موت نیست. چیزی که بسیار بر آن بندگان بیدار دل تعجبند، تعجب هست بر حال بنده، بر حال دوستان، بر حال امثال ما. بندگان خدا در طول تاریخ تعجب کردند، به نگاه تعجب به ما نگاه کردند که وقتی ما موت را باور داریم و یقین داریم چگونه برای موت آمادگی نمی کنیم. وقتی ملاقات خدا بر حق و ملاقات خدا انجام می گیرد، چگونه برای ملاقات رب العالمین، ملاقات پروردگار آمادگی نشود. وقتی بهشت بر حق و جهنم هم بر حق هست، چگونه برای پرهیز از جهنم، نجات از جهنم و برای ورود و دخول به بهشت آمادگی نشود. چیزی که بندگان بیدار دل و انسانهای بیدار در طول تاریخ بر حال امثال ماها حسرت بردند و حسرت خوردند که چرا ما آمادگی نمی کنیم. وقتی شما قرآن عظیم و شان مطالعه بکنید، تلاوت کنید و احادیث آن حضرت صلی الله علیه و سلم را بخوانید و حالات صالحین امت، صلحای امت، پاکان امت و انسانهایی که بیدار بودن بخوانید، شما متوجه می شوید، حیران می شوید به وضعیت خودتون که وقتی موت داره می آید من چرا آمادگی نکنم برای موت؟ چرا آمادگی نکنم برای حساب و کتاب که در پیشه؟ حساب خرد و کلان ما باید بدیم، حساب ذره ذره، مال را از کجا کسب کردیم و به کجا خرج کردیم، عمر را به کجا سفری کردیم، جوانی را به کجا ما به پیری رسوندیم و از بین بردیم. لہذا از همه این مسائل سوال میشه، در حالی که ما میدانیم که سکرات هست و سکرات سختی و جات سکرات الموت، ذالک ما کنت منه تحید. سکرات موت الله می فرماید فرا رسیده است و این همان سکرات و سختی موتان، موتی که شما از او فراری بودید، به بیمارستان و به جای نجات پناه می بردید. سکرات موت آمده رسیده و شما غافلید از سکرات موت، فراموش کردید. این رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام النبیین صلی الله علیه و سلم و حالت سکراتشون هست. دست یه ظرف جلو آن حضرت پیاله گذاشته بودن، آب تویش بود، آن حضرت دست می زدند و به چهره می مالیدند. وقت سکرات موت بدن انسان گرم میشه و حرارت میگیره. موت وقتی می آید
اول از پاها شروع میشه و کم کم روح خارج میشه از قسمت پاها سرد میشوند و انسان کم کم قسمت بالای بدنش گرم میشه و تا میآید روح کم کم جمع میشه و بدن میمیره و میرسه این روح به حلقوم میرسه، به گلو گیر میکنه و آخر روح پرواز میکنه و چشمای انسان باز میشوند. لہذا آن حضرت دست میزدن به آب و چهره را میمالیدن و حضرت فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنها گریه کردند که سکرات بر پدر من، پدر بزرگوار من سخت است. فرمودن ای فاطمه فرزند، ای آخری سختی های پدر تو هستند که از دنیا تحمل میکنه، بعد از امروز بر پدر تو دیگه سختی نیست. آن حضرت سختی های زیادی را تحمل کردن، مصائب و مشکلات چندین برابر دیگران تحمل کردن. تب آن حضرت هر وقتی میگرفت سختتر بود و به خاطر آن که آن حضرت اجرش بیشتر بود، ثوابش بیشتره، قربش به خدا بیشتره. هرچه قرب به خدا بیشتر باشه مشکلات در دنیا بیشتر و مصائب بیشتر. فرمودم بعد از امروز بر پدر تو هیچ سختی نیست. و حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا می فرمایان که آن حضرت وفات کردن در حالی که به سینه حضرت عائشہ، ناحیه سینه و دامان حضرت عائشہ قرار داشتن و تکیه زده بودن و حضرت عائشہ پشت حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را گرفته بودن و نگاه داشته بودن که روح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرواز کرد. فرمودم من متوجه نشدم که آن حضرت از دنیا رحلت کردن و روح مبارکشون پرواز کرده، من دیدم که به زمین آن حضرت دارن مائل شدن که برند و آن حضرت را بعد دراز کشیدیم و به زمین گذاشتیم. و لحاظا این دنیا برای هیچ کسی وفا نکرده است. مرگ راه حق و حتمیه و لحاظا برای مرگ چه آمادگی کردیم، برای قبر چه آمادگی کردیم، در حالی که همه میدانید شما که در قبر بغیر از عمل چیزی دیگه درد نمیخوره. این راهی است که تنها عمل برمیداریم، عمل کردمون را برمیداریم، اندوخته و ذخیره عملی خودمون را، ایمان، اخلاق نیک، عمل کرده درست برمیداریم میریم، دیگه چیزی دستگیر ما نمیشود. و لحاظا چه آمادگی کردیم عزیزان برای آخرت؟ ذخیره ما چیه؟ اندوخته ما چیه؟ توشه ما توشه آخرت چیه؟ برای آخرت چه آمادگی کردیم؟ دل به دنیا دادیم عزیزان من و بیشترین فکر ما، غم ما و هم ما در رابطه با مال ہے. مال دوست شدیم، مال دوست داریم، دل دادیم به مال، دل دادیم به خورد و نوش، دل دادیم به استراحت. همه این فکره که امروز چه میخوریم و امشب غذای ما چه است و چقدر داریم و باید چقدر جمع بکنیم. غم دنیای چند صبح و چند روز من و شما را فیر کرده است و آخرت من و شما را فیر نکرده. یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، در حالی که روزی در پیشه که بچه های کوچک، روز قیامت هست، بچه های کوچک پیر میکنه. طفلها و بچه های کوچک هم موهایشون سفید میشه از غم، از پریشانی، از هول. و روزی در پیشه که مادران فرزندانشون فراموش میکنند و روزی در پیشه که پدر و مادر از فرزند و فرزند از پدر و مادر فرار میکنه، میبینند و از حال یک دیگه نمیپرسند. این مشکلات در پیش رو داریم من و شما. جنت
با اون ناز و نعمت در انتظار بندگان خدا صالحین و جهنم با اون عذابای خطرناک در انتظار است و من و شما هم جنت فراموش کردیم و هم جهنم فراموش کردیم. گریه از خوف خدا نیست و اشک نمیریزه. چرا؟ که غفلت دلهای ما را گرفته و دلهای ما سخت شده. خوف خدا در دلها نمانده، ترس خدا نیست، فکر قبر و آخرت نیست، فکر معاش است، فکر معاد نیست. ولهذا اون حالات صالحین و حکایات بزرگان که در کتاب ها نوشتن، اونها من و شما به اون حالات دوچار نمی شویم که اونها شبها می نشستند و گریه می کردند و روزها آمادگی می کردند برای آخرت. دنیا را به حیث نیاز مالا می گرفتند و آخرت را فراموش نکردند در راه کسب معاش، کسب مال. مشغله کاری اونها را، آخرت را از یاد اونها نبرد و اونها فراموش نکردن آخرت را. و من و شما رفتیم به یک سو سروران گرامی و از آخرت غافل شدیم و آخرت از یاد بردیم. جای افسوس سروران گرامی. وقت شما حالات بزرگان مطالعه بکنید، وقت شما حدیث شریفه ببینید، حیران میشید. من عرض کردم وقت روح می آید و به حلقوم گیر میکنه، به آخر سینه به گلو گیر میکنه، این لحظات پیش می آید که چشم دنیای من و شما بسته می شود و چشم آخرت باز میشه. اولی چیزی که من و شما می بینیم در این لحظه، من و شما می بینیم که اعمال خیر چقدر اجر داشتن. الله نشان میده به ما که اعمال نیک و اعمال خیر چقدر ثواب داشتن. نماز چه ثوابی داشت، پرده ها برداشته میشه، حجاب ها برداشته میشه و میبینیم ثواب را که به چه اعمال چقدر ثواب داشت. نماز، روزه، تلاوت قرآن، حج و زکات، خرج کردن به یتیم ها، بیوه ها، خانواده زندانی، کارهای خیر. این کارهای نیک چه اندازه اجر داشت، چه اندازه ثواب داشت، الله تعالی به من و شما نشان خواهد. و من و شما میبینیم که گناه چقدر ضایعات داره، چقدر تلفات داره، چقدر واویلاست و گناه چه اندازه خطرناکه. وقتی ما میبینیم حسرت میبریم و افسوس، ای کاش من گناه انجام نمیدادم، ای کاش رو به معصیت نمی آوردم، ای کاش دل به طاعت میدادم، به تلاوت میدادم، به عبادت میدادم، به نیکی و خیر دل میدادم و من دل ندادم. این حسرت، این افسوسه که من و شما میخوریم. وقتی چشم دنیا بسته میشه و فرد را الله تعالی باز میکنه، فرد آخرت، جنت میبینیم، بهشت میبینیم و جهنم دیده میشه. گناه های ما، معصیت های ما دیده میشن. و سیاهیه که ما آماده کردیم، اعمال نامه را سیاه کردیم، نیکی که انجام دادیم. فرشتگان می آیند و مجد می دهند و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. آنانی که ربنا الله گفتن، به ربوبیت خدا اقرار کردن، به وحدانیت پروردگار و استقامت کردن بر شریعت، بر دین، بر اسلام، بعد بر دین عمل کردن. تنها ربنا الله نبود، تنها لا اله الا الله نبود، هم لا اله الا الله گفتن، هم مداومت کردن بر عمل و پایبند عمل نیک شدند و از گناه پرهیز کردند، مصائب تحمل کردند، اوامر الهی را اجرا کردند و استقامت کردند، گناه را ترک کردند و استقامت کردند. فرشتگان موت می آیند، مژده می دهند، خوشخبری می دهند فرشتگان
که وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، مژده باد، خوشحال باشید به اون بهشتی که شما وعده داده شدید. بهشت از آن شماست، شما از آن بهشتید، شما بهشتی هستید. سبحان الله، چه خوشی بالاتر از این خوشی، چه خوشی بالاتر از این باشه که الله بنده را معاف کنه و مغفرت خدا نصیب بشه و خاتمه بالخیر بشه. خاتمه بالخیر، الله نصیب من و شما خاتمه بالخیر بگرد. وقتی رفتیم از دنیا با ایمان بریم، با حیا بریم، با عمل صالح بریم، با اخلاق نیک بریم، با خوشنودی و رضامندی رب العالمین بریم. خوش نصیب او انسان ها، بد نصیب او انسان که در وقت موت جهنم ببینه و فرشتگان موت به شکل بد بیایم برای قبض روح، همانطور که برای قبض روح نیکان به قیافه و شکل خوب می آیند و خبر جهنم بدهند، خبر شکست بدهند که تو شکست خوردی، تو مأموریتت را صحیح انجام ندادی، تو به مسئولیتت عمل نکردی، تو زندگی را به معصیت تباه کردی، زندگی تو تباه شد، تو گرفتار حقوق انسان ها شدی، حق مردم برگردن تو ظلم کردی بر مردم، حق اونا را میل کردی، حق خدا را، حق مردم را. و عزیزان من، جهنم ببینه، فرشتگان بد قیافه و بد شکل ببینه و چقدر این انسان چه حالتی به این دست میده و به چه حالتی که روحش گیر میکنه به بدن و فرشتگان با زد و کوب روح او را از بدن خارج میکنه. الله من و شما را نجات بده. انسان چه مسیری در پیش تو هست عزیزان، چه مسیری را ما در پیش داریم، به کجا داریم میرویم و این راه را چگونه من و شما فراموش کردیم. اون ذاتی که در انتظار ملاقات من و تو هست رب العالمین، خدای عز و جل، من و شما ملاقات او را از یاد بردیم، در حالی که او پیام داده من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. او پیام داده که اگر شما اعتقاد دارید و امید ملاقات پروردگار، پس عمل صالح انجام بدید، به شرک و کفر مرتکب نشید و ریاکاری نکنید، با اخلاص الله را بندگی بکن. این حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و در حالت وفات هم دنیا را ترک کرد. وقت لحظه موت رحمت للعالمین رسید، الله رب العزت یک لحظه هم تاخیر نداد، همون لحظه که موت رسید وفات دادن. من و شما را تاخیر میدن، به من و شما را وقت میدن، وقت رحمت للعالمین یک لحظه الله مهلت نداده. و عزیزان من، این ابوبکر صدیق روز دوشنبه وفات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، همین دوشنبه وفات ابوبکر صدیق، آن حضرت در اول روز وفات کردن، ابوبکر صدیق در آخر روز. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنن که آمدن خدمت پدر بزرگوار، گفت امروز چه روزی است؟ گفت که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چه روزی وفات کرد؟ گفت دوشنبه. گفت که امروز چه روزی؟ گفت دوشنبه. گفت انشاءالله تا شام کار من تمام میشه. بعد پرسید که لباس چند کفن بیان حضرت کردی؟ گفت 3 تا کفن. گفتن که 2 تا همین لباس من که به تن منن، 1 لباس اضافه بکنید. گفت حضرت عایشه که ای پدر جان، لباس نو برای کفن شما موجود است. فرمود اون لباس های نو برای زنده ها مناسب تر، زنده ها حق در ترم به لباس نو. این لباسی که برای ریم و خونه در قبر، همین لباس کهنه بهتر، همین را بشویید و من در این لباس کفن بکنید. و شام حضرت ابوبکر صدیق رحلت کردن و ارتحال کوچ کردن و به ملاقات رب العالمین رفتن.
و این عمر بن خطاب که در حالت وفات ہے و وقتی که وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک میشه کسی حضرت عبدالله بن عمر می فرماید که برو به حضرت عایشه سلام من برسان و امیر المؤمنین نگو که دیگر از امروز من امیر المؤمنین نیستم و بگو که یکی از آرزوهای من این بوده که کنار رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین و کنار ابوبکر صدیق کنار این دو صاحب خودم قبر بشم و اگر اجازه دادن که خیلی خوب است، اگر اجازه ندادن منو به قبرستان مسلمین ببرید. حضرت عمر منتظر ماند و عبدالله بن عمر رفت و سلام حضرت اونجا که رفت عایشه داره گریه میکنه رضی الله تعالی عنها، گریه میکنه که خلیفت المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب داره میره و ناامید شدن صحابه از زندگی حضرت عمر. سلام دادن و حضرت عایشه فرمودن که اینجا یک جایی هست فقط و من اینه برای خودم نگاه داشتم که کنار شوهر بزرگوارم و پدر بزرگوارم دفن بشم و امروز من ترجیح میدم حضرت عمر به این جا که دفن بشه و من هر وقت مردم من در با ازواج مطهرات حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم با زنان پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم دفن کنه. ولهذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منتظر بود عبدالله بن عمر که رسید. گفت چه خبر؟ گفت که اجازه دادن شما را که اینجا دفن کنیم. گفتم وقتی من مردم منو به تابوت بگذارید و اونجا که رفتیم مجدد اجازه بگیرید. شاید پشیمان بشه حضرت عایشه، اگر پشیمان شد منو به قبرستان مسلمین ببرید، قبرستان بقیع، و اگر اجازه داد منو اونجا دفن کنید. جنازه منم اونجا که رفت بدون اجازه داخل نکنه، اجازه بگیرید و داخل کنید. و این بندگان صالح خدا، این سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ، سیدنا عثمان که داره وفات میکنه و روزه بودن، روز قبل روزه بودن، شب افطار نکردن و سحر بیدارشون کردن. گفت آب شیرین میخواست و نبود، سحر آوردن آب شیرین، گفتن که الان فکر میکنن که بام داده باشه و حضرت عثمان نخوردن آب و شب هم افطاری نشد و فرمودن که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را خواب دیدم و یک جرعه از آب شیرین در دستش بود و گفت که افطار تو به نزد ما هستی و پیش ما بیا افطار. و اگر فرمودن تو بجنگی با این شورشیان الله تو را فتح نصیب میکنه، برای اینا شکست میخورن، ولی اگر صبر بکنی افطار نزد ما هستی. حضرت عثمان صبر کرد، گفت در شهر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خون ریزی درست نیست و الا مسلمانان نمرده بودن، مسلمانان موجود بودن که شورشیان به حسابشون برسونند، ولی گفت در شهر پاک و شهر حضرت رسول خون مسلمانان را من نمیریزم. و حضرت عثمان به شهادت رسید و افطار به نزد حضرت رسول همانطور که خواب دیده بود. و این سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ که وقتی که مورد ضربت قرار گرفتند و مجروح شدند، فرمودند که این گرفتن او ضاربا و آوردن ابن ملجم را خدمت حضرت علی و خواستم بکشن. گفتن نه، اینه کشتن برای شما سه، هنوز من زنده ام و اینه گفتم ببرید از غذای من اینه غذا بدید و آبی که من می نوشم بدید و نگاه دارید. اگر من زنده شدم بعد من هم خودم میدانم که این تنبیهش چیه، بکنم یا نکنم، ولی اگر من مردم این را دیگه هیچ اذیت و آزار نرسونی، گردنش را بزن. البته که یک روایت اینه که فرمودن گردنش را بزنید و یک روایت دیگه اینه که حق مال ورثه منه، حق مال اولیاء دم هست، هر کاری که اونا خواستن قصاص بگیرن یا نگیرن، ولی گفتش حق نداری را کسی اذیت و آزار برسونه. این انسان های وارسته والا مقام
این همه بزرگان در حال رفتن که دل به دنیا ندادن، دنیا جمع نکردن، به سادگی زندگی کردند و سادگی رفتن. امروز زندگی بر من و شما پیچیده شده است. خم و پیچ دنیا امروز برای خودمون زیاد کردیم و دل به دنیا دادیم و گرفتار معاشیم و گرفتار مسائل دنیوی هستیم و قبر یاد نمی کنه. سختی عزیزان من، قبر اولی مرحله و اولی دار از دارای آخرت، منزلی از منازل آخرت. میدانیم که حال من و شما در قبر چه می شود و میدانیم که وقتی به بارگاه خدا حاضر بشیم حال من و شما چه میشه، که به غفلت بخوریم، به غفلت زندگی بکنیم، فرصت جوانی را از دست بدیم، فراغت از دست بدیم، مال، فرصت جوانی، فرصت و عمر، سلامتی فرصت و عمر خودش فرصتی هست. این فرصت ها را ضایع نکنیم عزیزان، برای آخرت انجام بدیم. شبها نخوابیم همه شبها را، بلکه در بخشی از شبها با الله مشغول باشیم، برای آخرتمون مشغول باشیم و قرآن تلاوت کنیم و نماز بخوانیم. وقتی که مردم خوابن بیدار بشید، او زمان استغفار و توبه رجوع الله. و وقتی فارغ میشید از کارتون، مشغول وقت ضایع نکنید به خواب، وقت ضایع نکنید به حرفای بیهوده، مجالس بیهوده و لغو، بلکه وقتتون را قیمتی کنید با ذکر پروردگار. عزیزی نماز میخواند از صالحین، حکایتش از کمی سری نماز میخواند. کسی گفت که شما به سرعت نماز میخوانید، گفت میخواهم قبل از اینکه فرشته میآید، فرشته موت میآید، نمازهایم را، عدد رکعاتم را بیشتر بکنم. تا فرشته نرسیده است، موت نیامده، من برای آخرتم عدد رکعات بیشتری به بارگاه الله داشته باش. هنوز من و شما، هنوز الله تعالی نگرفته این امانتش را از من و شما. معلوم نیست که چه لحظه میگیره، اما فرصت غنیمت بدانید و بجنبید. نمازایتون قضا نکنید، کاهل نمازی نکنید که کتکتون در قبر سنگین خواهد بود، عذاب سنگین خواهد شد. نماز را به پایبندی بخوانید، نماز با جماعت بخوانید، کار نیک انجام بدید، ثروتی که خدا داده در راه الله خرج کنید و این زبانی که خدا داده به این ذکر کنید، چشمی که خدا داده عبرت بگیرید، به عبرت چیزا را نگاه کنید، گوشی که خدا داده بشنوید و عمل کنید. الله من شما را توفیق عنایت بکنه. من یک چند جمله صحبتی داشتم در رابطه با این مردم زیاد میپرسند در رابطه با جریان عیدگاه، که عیدگاه چه شد و مسئله عیدگاه به کجا رسید. حتی از استان هم بسیاری سوال میکنن که عیدگاه زاهدان به کجا رسید و مردم زاهدان که خیلی میپرسند و سوال میکنند عیدگاه چطور شد، عیدگاه چطور شد. و لحاظا امروز خواستم مقدار توضیح بدم. از 10 سال قبل که تقریبا این محل برای نماز عید جا نداره و عزیزان میدونن که خیابانای اطراف همه پر میشه، از اینجا صفحات تا نزدیک مسجد میره، این قسمت تا نزدیک خیابان مصطفی خمینی، و در غرب که نماز صحیح نیست تا نزدیکای او فلکه صف میبندن نماز گزاران که از قبله جلوترن، از امام جلوتر نماز صحیح نمیشه. و تقریبا پایان اصلاح دولت اصلاح طلبان بود که این تقاضا مطرح شد که شما بالاخره یک جای وسیع‌تری به اهل سنت بدید، مردم عزیز زاهدان به راحتی خدا را بندگی کنن و نماز بخوانن. و او زمان این بررسی هم شد، بررسی کردن آمدن و به همین نتیجه خود اینا می آمدن، چون در گذشته استانداران و مسئولین به نماز عید و جمعه گاه شرکت می کردن. البته این گلایه از اصولگرایانه که در دور اصولگرایان استانداران هیچ وقت نی آمدن به نماز عید و جمعه ما شرکت کنند و استاندار می آمده چندین بار گیر کرده توی جمعیت، دیده جمعیت ها و تایید کرده که لیازه. هم حاجی آقای سلیمانی نماینده ولی فقیه در امور
در استان و امور اهل سنت هم تایید کرد که جهنی است و موافقت کرد که بدن جای و 30 هکتار زمین دادن به غرفت همین این جایی که الان طیف سلمان ساخته شده و سفاه بعد به سفاه داده شده، این 30 هکتار زمین دادن و بعد به هر حال مناسب نمیبینم نام ببرن. یکی از شخصیت های استان گفت که بعضی اعتراض دارن که هفته سال 2 روز است و این همه زمین شما میدید و پشیمان شدند و زمین دادند به سفاه دادند و به هر حال اما پیگیری بوده، مدت پیگیری بوده، اول کمی سستر بوده و اخیراً 2-3 ساله که با شدت داره پیگیری میشه چون جا نیست و به هر حال این پیگیری ها نه از استانداری به دفتر نماینده محترم ولی فقیه متوسل شدم، بارها رفتم مردم به استانداری، فرمانداری، نهاد نمایندگی و به سفاه متوسل شدم، به هر ارگان اینجا هست به یک اندازه به متوسل، ریش سفیدان، نخبگان و تحصیل کردگان، علما، اقشار مختلف. یه مرتبه گفتا مردم با امضا بکنن، 30,000 نفر امضا کرده توماری را که دادیم. 30,000 مال مردان، مال زنان جمع بزرگ عددش خوب یادم نیست، دادیم که مردم میخواهند. ولی متاسفه رئیس جمهور آمده جنامه دادیم، دستور داده، بعد از رئیس گفتم وزیر مسکن، از وزیر مسکن نامه گرفته شده که این زمین بدن، ولی هر چه که می آید اینجا مشکلاته. به رهبر مقام معظم رهبری نامه نوشته شده و که این مشکل اهل سنت، دغدغه اهل سنت، شما این حل کنید و متاسفانه نتیجه تا حالا هنوز گرفته نشده است، در حالی که همین 27 هکتار برادران شیعه ما مصلا داشتن، این گسترش دادن تا نزدیک 60 هکتار بین این جاده بلوار به اصطلاح دانشگاه و بین کمربندی، تقریبا قسمت محراب نزدیک کمربندی زدن. گفت خیلی خوبه، ما هم راضییم، 60 هکتار شما به برادران شیعه دادید، شما کمتر بدید به اهل سنت، ولی جمعیت اهل سنت برای نماز از شما بیشتر هست، اینا بیشتر نیاز دارن، در حالی که این سرزمین همین ها اینجا زندگی میکردن، قبلا اینجا کسی نبوده، نه اینجا سیستانی بوده، نه اینجا بیرجندی بوده، نه اینجا شیعه بوده و های مال همین مردم بوده. اینها جنگ کردن با انگلیس ها، قبرستانشو اینجا موجوده، جای دیگه خاش موجوده و اینا از سرزمین دفاع کرده، این سرزمین مال اینهاست و حالا دو دستی تقدیم شما کردن، افتخار میکنن و اعتقاد به اخوت و برادری دارن، ولی برادری نیست که شما 60 هکتار برداری اونا را جای برای نماز عید ندید. متاسفانه امروز حرف برادری و اخوت همه میزنیم، اما حرف عمل مهمه. با عمل این زمینی که الان من چه عرض کنم، گاهی دلم هم درد میکنیم وضعیت میبینه، یک زمین از اینجا تا فلان کو یک ارگانی میگیری. نیروهای مسلح بالاخره زورشون زیاده، قدرتشون زیاده، این زمین که منابع ملیان باید به شهر زاهدان هزینه بشن، برای ساختن شهر، آبادی شهر به فروش برسن، به همین مردم واگذار بشن. یک نیروی می آید و از اینجا تا فلان قبض میکنه، یک دیگری از اینجا تا او کو، همه را دادن، همه نیروهای مسلح هر جد کل زمین هر کسی که خواسته دادن، در حالی که منابع ملی اعتقاد ندارم بنده بین، معتقده که مال مردمه. نیروهای مسلح چه لازم دارم بدی، نیروهای مسلح به هر حال عزیز ما هستن، نور چشم ما، مدافع امنیت و تمامیت ارضی ما برای اونم و با اونها ما کینه نداریم، ولی هرچه نیاز دارن، نه اینکه اینا بفروشن، هرچه نیاز دارن بدید. بقیه زمین برای نیروهای مسلح فروختن صحیح نیست، ارتش بفروشه یا نیروی انتظامی یا سپاه، هر نیروی باشه، این زمین بفروخته بشه به شهر خارج بشه،
این زمین مالی ملت نیرو هرچه لازم دارن شما بدید به اونا، به همه میدید، به شرکت ها دادید، ولی وقت نوبه اهل سنت میرسه شما را زور میگید. مسئولین من گلایم امروز، مسئولین استان من از استانداری نماینده عالی دولت گله دارم امروز و هم از نماینده مقام معظم رهبری گله میکنم. و اهل سنت ایدگاه مال من نیست، من یک جا نماز میخوانم، این همین مردمان که نماز میخوانم، همین مردمان که شما انتظار دارید فردا تجاوز صورت بگیری خود را به کشتن بدن، همین مردمان که شما الان مسلحشون کردید مرزا حفاظت بکنن، مخالفین شما را بزنن، دشمنان شما را بکشن، دشمنان انقلابا، همین مردم نماز میخوانن. ملت خود شماست. چگونه 10 سال پیگیری میشه، نامه نوشته میشه، رئیس جمهور دستورش میآید، وزیر دستورش میآید، به رهبر نوشته میشه، مطمئن این دستور، ولی این کل این مسئولین اینجا کارشکنی میکنن. در ما این گلایه را داریم، من شما میخواییم برادران زندگی بکنیم، دوستان زندگی بکنیم، ما هم برادر شماییم و مال همین وطنیم، مال همین زمینیم. تکبیر! و به هر حال برسید به ما، توجه کنید، زمین ما برای نماز میخواهیم، ما برای مدرسین حوزه درخواست کردیم، همه تعاونی گفت تشکیل بدید، تعاونی تشکیل دادیم، همه اداره تعاونی تشکیل داد، زمین دادن به جز حوزه ندادن. شهرداری هم ترسید، شهرداری همون مدت قبل ترسیدن که به ما زمین بدن، دیگران ادارات هم ترسیدن که بدن، فردا مشکلات برایشون پیش نیاد. ما صرف نظر کردیم، رفتیم به قیمت آزاد جایی را گرفتیم که اونجا هم گیر کردیم، ولی همین مدرسین زنهایشون رفتن طلاهایشون را فروختن تا زمینی بخرن آزاد. ما مزاحمتون نشد، گله هم نکردیم ازشون، ولی ما جای برای نماز میخواهیم. حالا مثلا هر چی الان مطرح میشه، اهل سنت مثلا مطرح میشه، امنیت میآید، امنیتی میکنم. مثلا تهران مسجد نیاز اونجا هم امنیتی نیست، نماز ما چرا امنیتی شد، مسجد ما چرا امنیتی بشن، چرا ایدگاه ما امنیتی؟ حالا ایدگاه ما هم روی امنیتی گیر کرده، اینطور که از صحبت مسئولان معلوم میشه امنیتی گیر کرده است. ایدگاه ما چه نقصانی داره، مسجد ما چه نقصانی؟ این عزتاً برای ملت ایران مسجد، این افتخار جمهوری اسلامی، افتخار ملت ایران شیعه و سنی هست. در ایدگاه ما در مساجد غیر از وحدت حرف نمیشه، اینجا حرف تفرقه را ما نمیزنیم، حرف وحدت تاکید همه بر وحدت ہے. و این مسئله امنیتی همه جا، من این توصیه هست که آینده ایمتا به مسئولین امر که همه جا را امنیتی نکنید. کسانی که همه جا را امنیتی میکنن دوراندیش نیستن. تکبیر! بالاخره این امنیتی، استان ما امنیتی، مسجدم امنیتی و دانشگاه امنیتی، نباید صدر باشه. حکومت ما جمهوری اسلامی حکومت مردمیه. این که خطر احساس خطر میکنه، حکومت های در دنیا استبدادی هستن، استبدادی ها همه جا امنیتی میکنن برای حفاظت خودشان. ولی نگاه کنید اونایی که همه جا امنیتی کردن، خطوط متعدد امنیت کشیده، حالت به چه وضعی رسیدن؟ حکومت های مردمی از این مسائل ندارن، مشکل ندارن، از مردمشون نمیهرسن، از شیعه نمیهرسن، از سنی نمیهرسن. ولی لحاظا ما هنوز انتظارمون هست که این مسئله بالاخره مسئله را حل کنن. این همه مردم خواسته همه مردمی میخوان جای راحت برای نماز سجده بکنیم و جز وظایف جمهوری اسلامی هست که نماز را اقامه بکنه، فضا برای نماز واگذار بکنه، فضا برای نماز بده. و بالاخره شما دادید به عزیزان شیعه ما که عزیز ما هستن، نور چشم ما، برادران دل و جان ما هستن، به ما هم بدید. ما هم ملت ایرانیم، ما هم از آن شماییم. الله تعالی توفیق عمل عنایت کنه به همه. و لحاظا من این گلایه این 10 سال حرفی که من نگاه داشتم توی قلبم، امروز دادم و به این انتظار که مسئولین این مسئله را حل کنند
و بهرحال ریش سفیدی نیست که ناراحت نباشه، تاثیر کرده نیست، مردم تو همه رفته اینا ریش سفیده از خاشت زاهدان جمع شدن رفتن که آین نیاز ضرورت ما تایید میکنیم و انشالله ما امیدواریم که مشکل حل بشه، این دغدغه برطرف بشه. الان موقع انتخابات، بهرحال باید انگیزه بدم برای اینکه مردم بیان شرکت کنن. الان شرایطی هست، ما انشالله آینده در رابطه با انتخابات صحبتی دارم و تو هفته های آینده و لحظه این مسئله را امیدواریم که حل بشه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.